کی بود؟ آخی الله خدا نالتون بشکنه کدومک بودی؟ کسی هم که معلوم نمیشه. تو صبر کو وقت نرم کنه. خدا شما رو گم کنه به خیر. خودی از این نخواهو کاغذ بادا شما. بله کی بود؟ با سلام علیکم. تیار خوشحاله ببخشید دست و تاره. تیار خوشحاله شکر زنده باشین. سلامت باشین. خیریت برو و بالبون شیشته بدم معتوی. اگم تا سرا شما نفهمیدم که کی بود زد به می تا پسر مسای کنید که چی رقم لوکش شد. سعی کنیم شما همین توش. بله ما و شما همسایه خوبیت نداره ایتا کارا. خب اگر همی سنگی بودی اگر همی دیگه چیزی بودی که مغز سر ماروا میکنه. من که با خدا صبح بچه رنگ کردم گفتم برو خونه کاکا خو. حالا بعد من میرم بله بومر سعی میکنم. اگر بچه ما بود کاری ادی بود که همینجا میارم یعنی کار ادی باشه ایت بلای به سر میارم که مرغای هوا بگر بالا گریه کنه. شما برید شما یک دقیقه بس یک دقیقه بس. چیه بابا؟ یک دقیقه بیا معلوم بشه چیه. بیا سیک کامسای چی میگه؟ میتونه بالا بوم آدم وقت بیگونه میتونه بالا بوم آدم بیایه بالا شه. با سنگ برداره کلاخ خوب بوده که می سنگی نبود. اگر سنگی بود کال ما مگر وقت شفاخو نرسید. این خوان کوشی بود ملایم بود که سر من نگاه که لوکا کدو که میشکستم. بیا. تو نرفتی بیده بولی بابا خو. تو رای کردم. برو بیرو بس سگ. تو بله بوم بودی؟ نه بابا. بله بوم بودی یا نه؟ نه خب بیای بتر بس. همین کوش اسکینه. کوش خونه. کوش خونی مونه نیه؟ خب ای با بله بوم چیکار میکرده که مسلمان بود همسایه ما شیشته بوده و پیتوری شیشته بوده و تا سر ازی زدن. کار تو بودی یا نه یک کلمه ما؟ نه بابا. همین تا به تا سر مزدیم که سکو که سر مشتا لوکا شده. و اگه می سنگی بیده که سر من میشکستن یا به چشم من کور میکرد. راست خور بگو با من. تارو مسای کو من خودت تو گم بزنم تارو مسای کی ولی بعد چیزا چارچار نکنم من. همون کاغذ بعد ماست مفته که من بالا انداختم ندیدم تابم بالا بوم از اینا افتاده. تام لنگرا اگه انداختی کوشه بده تاثیر خاک به سر تو شه. بابا. عقل یادگیر کمال یادگیر بیا جلوتر. لنگ نداری. گیلا که ندیدی روز که دست برده تا کجا بسته بودک شرم کو عیو کو آخه تو بچه مکتبی آخه خیلی از شما عذرخواهی میکنم با خدا خیلی از شما عذرخواهی میکنم خیر غم ندارانی دفعه ما میبخشید یعنی همسایه شما بفهمونید دیگه کار نکنید چشم من بادم از شما معذرت خواهی میکنم خیلی ببخشید با خدا حافظ فعلا میگم اگر بادم در دوازار داریم به خدا شما بس کمی نداره منطور بفهمونید که دیگه کار نکنید همسایه زری کار خوبی نیست خیلی ببخشید امیر بی بی وجدان امیر بی که ما مگر به امیر بالا انداختم دست از اینا کنم بیا برو گم شو من سر تو شف عباس بده یک دقیقه بیا اینجا یعنی تو شرم نداری تو خجالت نمیکشی ها؟ به خدا من شرمم میمیه با تو نصیحت کنم
هم خود تو که میبینی به تامی اخبار به تا تلویزیون میبینی به تکه کاغذ بود بدی که دیم پله ورس میبینی از دو طبق سه طبق چهار طبق افتاده نکن بلی آزو بود یعنی دیگه بیشترتی دیگه مرا پیش می حق همسایه خور نکن ما کرش بالای نختم تا سر عزیز دم ما کو نزدم بازم همسایه ما همسایه خوبی بود ملاز مال بکرد اگر خدای نکرده اگر تو همی تله ورس میامدی ها دیگه دوش تو که به هوایه پوستان که به هوایه اگر میفتدی ایت خاک به کپی یک عمر هم مرد داغدار میکردی هم مادر خود نکن دیگه همین مردم که میبینی آخه به تلویزیون 24 ساعته میگه راه همی کاغذباد ریالته تو آخه کلون شدی 2 سال 3 سال دیگه تو ما امزان دو به همین حالت چرا نرفتی خونه کاکا خود تو رو کجا رای کرده بیدون من؟ میرم باید میری بله پشتمون؟ نه بابا نکن دیگه پیار خوب بکردم دیگه به لیاز خدا هزاران خونه داغدار شدن به خاطر همین کاغذبادهای لعنتی خوب شطور بدیدو چیه؟ میگو بابا تو چی داری با می کابوغزادا ما رسنه با بالا بوم خوری لنگرکی داری بالا کابوغزادا ما می ندی لنگره؟ آه خب چی کار میشه؟ میخورم کاغذ با تو خوردنیه؟ لالا عزیزم من رو نردونه 20 روپیه میخرم که من به هوا کنم بالا چون پشت با ساعت خود تیر کنم تو میری با بالا بوم خود بالا میشی لکسره لنگرک بدی داری می ندی آرار خراب کردی کابوغزادا هم بگرفتی بخرم به خود خود سرکو چی میگم گپ بکشتر که یه کدام جون نخ لنگرک ندون کاغذ باده بگیرم هم تکل کش ام تو بالا انداختم تکل پس بیامد ببینم تا سر من رو خورد نه بابا خدا هم تا سر خورد گردن اول بشه بفهم کاغذ باد از تونه به ما که هیچی نگفت ایتا اگر تو ببینه تو از سر خود بالا میکنه به زمین میزنه خوبه لنگ کش تو بزن جوابی اون خب کاغذ باد بفهم که از تونه خود تو این نختی لنگرک اگه کاغذ باد از تونه خب حتما ما به هوا کنون تو چرا بندی کی به تو گفته خب جنگ میکنی خودی کاغذ باد دیگه به جنگ میکنی در ملاق میشی خوب کاری میکنم ما به طور میکنم که ملاق شی خب من معتادم که کی ملاق تو میشی یک بار دیگه بابا که ما خودی تو گپ میزنم خلی ارتو نگاه کن سلام گلگون چیکار خیریت باشه شفا باشه با دست خود مثل هتل تلویزیون بره ایت گرفتی با خیریت با چی دارم بگی این لگه نه لگه گپ بینیه لگه جا شما خیلی بالا پشت بوم ماستون بفتکم ماستی بفتی ها لواس ما من دیوار بزی پام همه چیزی بیدک بلوکاتی بیدک این خطاره خب این که خطاره شما فکر کنی شما بلوکی خب شما خطا رفتین ما خطا رفت شما که خطا رفتین من بعد میتونم با کلم شکم خود به قول مشکم ما با کلم شکم خود یک بار به زمین خودم دیدم دستم گفتم همین تا که بو شد با من فکر شد که گفتم جندای عالم به سر کله شما ریخت انا نیاز به چیز داره نیاز به تداوی داره ما گفتم اگه برو رفاقت و همسایه داری یک چیز میزی مثلا کمک چیزی میکنیم و هم خداوند شما رو خیر بده اگه کمک نمیکنی خیر نبینی یالده بس کسته گلک جون دست کردنی شکسته من دو تگید تا به 1 سال و 2 ماه بوتک دست خود و پینه خود نزنی خود تو گلک جو یک سوال محصول دارم تو برات چی بودی به بالا دفتر چیزی بستی بگیری حقوق بستی بگیری جان داده دیگه تاکشی کنه کاغذ ماده کاغذ باد دیگه کاغذ ما حالا وقت کاغذ ماده یک زر جا شما خیلی با ما بیفتکم یک زر زخمی میشم با خدا درد میکنه میفهمم درد میکنه باشه که درد کنه بفهمی تو آخه به می هیکل تو دام خدا حال کلون شدی تو مگر حال برات کاغذ باد بشی برای چی باشه برای خر مرده بگردم برات خر مرده نگرد برو یک کاری یک جای برو شاگرد شو به یک مستری خونه به یک بخن نصیحت هم که طور میکنیم بابا شما نه من که اکدی شونی چپ خواه خستی شما ما مال از شما لکتتر شدیم من به شاگرد باید ما جام خسور منطقه من به جام شاگرد باید وای با چی خدمت کنم برای یک چیزی من به شما میگم لالا شما دو تا چیز بگو
خب حقیقت بگیم روزی که عقل کمال بخش میکردن شما کجا بودید؟ نه من ها همون جایی که تو بودی من به کوچی سراخ بودم. من با کوچی سراخ بودم حالا تو چی میگی؟ خلاصه گپا بگو با من چه دیوی مایه آقای بسکولی بعد رقمی هم باشده از 4-5 هم فکر کنم بشکسته نه از اف جایه یعنی گیلگه دست تو همین هست که تو من خیلی مایم تو خیلی مایم از چشماق و بیشتر درسته. ولی دیگه نه نه دیگه بد کردم تیکو کاغذ باد دیگه میکوش آدم گیلگ جو خطی بوز نکش گول نام خدا کلونی همین بچه ها خودتره از خود رو میبینی بگو نکنی این کارا بابا چه کاغذ باد بازی نکنه غیبت داره کاغذ باد بازی بیا چند دیمه چند دیمه یک پینجه یا یک مولادایی الان یک پینجه نی یک مولادایی نی خوبه خوب شد خداوند بچه شما رو به شما نکو دیگه این کارا نکو گیلگ من تو خیلی مایم باید خداوند مادر بچه شما خیر بده که شما چند تا بخجاری همین چی میگن دم به جریو بزنه که حالا کم بلد پیشکی بری نیه پیشکی همین دیگه پیش با معتن هسته برو مقبول دستک خورنشون دی او برای تو تربند نکنه دیگه نکو به لیاز خدای کارا نکو برو بخیر بری برو خدایا دمی ساده خدا یک عقل کل بده یا